کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان مرد مهنت در جاده صداقت شوکت یعقوبوف 80 ساله گردید. روزی میلادش او را در درآمدگاه شورای اتفاقهای کسبه ولایتی سوخت اهل پیوندان، نمایندگان اتفاق کسبه و دیگر مهمانان پیشواز گرفتند. در تالار شورای اتفاق کسبه به مناسبت 80 سالگی شوکت یعقوبوف محفل عیدانه برگزار گردید. در آن معاون رئیس ولایتی سوخت انور یعقوبی، رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت شریف الله عبدالله‌زاده و اهل پیوندان صاحب جشن اشتراک داشتند. معاون رئیس ولایتی سوخت انور یعقوبی تبریکات رئیس ولایت رجبای احمدزاده را به سهمی حاضرین رسانیده از کار و پیکار صاحب جشن یادآور گردید. با استفاده از فرصت فراخبر بار دیگر روز مولود مبارکتان را برایتان شادباد میگویم و خواهان آنم که همیشه سلامت و سعادتمند و در فضای آرام و آسوده کشور خاطر جمع و سربلند بمانید. دولت بیگزند پیری دائمتان نصیبتان گردد. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده. شوکت یعقوبوف سنه 18 اپریل سال 1941 در شهر دوشنبه در عائله خدمتچی تولد شده است. بعد ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی پداگوژی به نام کیرف امروزه دانشگاه دولتی خوجند داخل شده آن را با موفقیت سال 1963 ختم نمود. فعالیت مهنتیش را همچون آموزگار فنی فیزیک در مکتب میانه رقم 3 شهر لنین‌آباد حاضر خوجند آغاز کرده است تا به نفقه برآمدن صاحب جشن در یکچند وظیفه‌های گوناگون از کارمند عادی سر کرده تا وظیفه راهبری فعالیت نمود. سالهای 1971 1974 اعضای کمیته کمسمالی ولایت بوده. در این مدت اعضای کمیته ولایتی اتفاق کسبه، مکتب‌های عالی و تشکیلات‌های علمی انتخاب شده است. از ماه اپریل سال 1986 در کمیته ولایتی اتفاق کسبه کمپلکس اگروصنعتی در وظیفه مدیر شعبه و از سال 1989 تا سال 2005 همچون جانشین رئیس فعالیت کرده است. شوکت یعقوبوف صاحب 3 پسر، کلین و نبیره و ابیره می باشد. محض تربیه درست و سختگیری در عائله بود که امروز همه فرزندانش هم ادامه دهنده کار پدر بوده همچون خدمتچیان دولتی فعالیت کرده ایستادند. معاون رئیس ولایتی سوخت فرزند کلانی صاحب جشن انور یعقوبی از نام برادران کلین و نبیره و اهل پیوندان پدر بزرگوار را به سن مبارک 80 سالگی تبریک نمود. دوستان عزیز، تربیت، نصیحت، راهنمایی قدر بزرگوار بود که ما امروز این سخت برسیدیم. دستگیری استادان ما بود که رئیس‌های ولایت، رئیس‌های کمیته ها، دستگیری به واسطه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب والی محترم امام علی رحمان بود که ما امروز در این وظیفه ها کار فعالیت داریم. شوکت یعقوبوف سالهای فعالیتی خویش در همه وظیفه‌ها صافدلانه خدمت نموده در پیشرفت خواجگی خلق کشور سهمی نظارت گذاشته است. خدمت‌های او با مدال اتحادیه شوروی برای مهنت شجاعتناک، افتخارنامه حکومت ولایت و نشانهای فخری تشکیلات‌های بالایی اتفاق کسبه قدر کرده شده است. سال 2001 برای خدمت شایان صاحب جشن به مکافات دولتی عنوان فخری کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیده است. در روز میلادش به شوکت یعقوبوف مهرنامه تبریکاتی رئیس شورای اتفاق کسبه ولایتی سوخت و کمیته ولایتی اتفاق کسبه کمپلکسی اگروصنعتی نیز تقدیم کرده شد. صاحب جشن شوکت یعقوبوف حالا در سن نفقه بوده. نفقه‌گیر شخصی درجه جمهوریوی می باشد. با نبیره و ابیره ها دولتی پیری می راند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.